شاگردی از من سوال کرد، گفت جسارت نباشه جناب استاد، تو استاد منی، شاگردت یه سوال ازت بکنه جوابت چیه؟ گفتم هر سوالی دارید بکن. گفت رابطه تو با خدا چقدر قوی است. چقدر این شاگرد روی خودش کار کرده تا به خودش اجازه داده به شیخش بگه رابطه تو با خدا چقدر قوی است. اگر عصایی بود اونجا، اگر این سوال تو جمع میکرد همونجا خفش میکردیم، خردش میکردیم. ولی این بزرگترین خدمت به استاد کرده. از روزی که از من سوال کرده فقط فکرم مشغول کرده. استاد رابطه تو با خدا چقدر خوبه، قوی است. چه سوالی بود. اگر من واقعا این فکرم به کار بندازم چه هدیه‌ای به من داد. خودش هم نمیفهمید، دست پاش میلرزید. گفت جسارت نباشه، منظوری ندارم. نه، این بزرگترین خدمت به استادت کردی تو. اما آیا منیت ما اجازه میدهد که بپذیریم؟ اگر فرزندان خوب میخواهیم باید پدر خوبی باشیم، مگر نه فرزند خوب نبیم.